این اشتباه ها اصلا نکن که تیشرت سادت رو دور بندازی. بیا تا با هم تبدیلش کنیم به این کراپ پشت بندی. اول تیشرتمون رو پهن میکنیم و بعد پهلو روی پهلو تا میزنیم. از پایین به اندازه 30 سانتی متر مشخص میکنیم و میچینیم. حالا به 2 تا نوار 1 سانتی هم احتیاج داریم. از سمت دلای بسته شروع میکنیم. 5 سانتی متر میایم پایین، 7 سانتی متر خارج میشیم و هلال رو رسم میکنیم. 1 سانتی متر به این طرف و از اون گوشه هم 10 سانت میایم پایین و حالا خط هامون رو میچینیم. کراپمون رو باز میکنیم، وارونه میکنیم و بندهایی که آماده کردیم رو داخل قسمت سرشونه قرار میدیم. حالا 1 سانتی متر از طرفین باز میذاریم و بعد هلال رو میدوزیم. کارمون رو میکنیم و بندها رو از اون 1 سانتی که باز گذاشتیم از قسمت داخل لباس رد میکنیم. اینجوری ما یک کراپ پشت بندی خوشگل داریم که فقط با یه تیشرت ساده دوختیم.